در ولایت مسکو پیشنهاد شده است که مهاجران را از محله‌های اهالی نشین بیرون کرده در نزد جایهای کاریشان مسکن کنند. با این هدف تصمیم شده است که برای زندگی مهاجران محله‌های علاهیده بنیاد گردد. در این باره رئیس سابق فدراسیون مهاجران وادیم کاژنوف خبر داد. به گفته او طبق نقشه مقامات باشگاه‌ها برای مهاجران در نزد جایهای کاری آنها از جمله میدان‌های ساختمان و مرکزهای بارسانی تأسیس داده شده. بنیاد اینفراساختورها را برای کارگران باید تاجران منطقه‌ای بر عهده گیرند. کاژنوف افزوده است از این تشبث رهبریت ولایت مسکو و ساختارهای امنیتی جانبداری کردند. در رفت ملاقاتی که اخیراً در شهر دوبنا دایر شد، رئیس ولایت مسکو به اعتراض ساکنان محلی به موجودیت هاستل‌ها و خانه‌های رزینی که در آنجا شماره نامحدود مهاجران ثبت نام شده و زندگی می‌کنند تأکید نموده است. کاژنوف میگوید اگر اقدام پیش گرفته برای بنیاد محله‌های علاهیده کامیاب شود، این تجربه را در دیگر منطقه‌های روسیه استفاده خواهند کرد. در این ملاقات همچنین صاحبکاران هم اشتراک داشتند. آنها گفتند که اگر به این مسئله درست برخورد شود، آن میتواند حتی فایده آورد. یکم اینکه مهاجران کاری به هیچ کجا نمی روند. دوم آنها زیر نظارت خواهند بود تا ترتیبات را ویران نکنند. از سوی دیگر با نظر داشت نرخ میانه اجاره خوابگاه‌ها در مدت 1.5 سال خراجات مبلغی که در بنیادی محله ها صرف می شود روی پوش می گردد. در همین حال ساکنان میتشی ولایت مسکو طلب دارند که ساختمان خوابگاه‌ها برای مهاجران قطع کرده شود. صحیفه ملتگرایان روسکای آبشینه در شبکه تلگرام پیام ویدیویی آنها را نشر کرد. ساکنان اظهار داشتند که ساختمان انشاءات بدون اجازت صورت گرفته است و از بالای شرکت ساختمانی به دادگاه شکایت بردند. علاوه بر این به گفته نماینده روسکای آبشینه، ساکنان محلی از آن نگرانند که در این بنا یک مهمانخانه خرد برای مهاجران جایگیر خواهد شد.